جنجال نیست. خب با تاسف در این جامعه و معاشره ما حتی نه مسئولیت کس میشناسه خبر داره که من چی مسئولیت دارم و نه حق کس میشناسه. شوهر همیشه در لباس مستریگیری آمده داخل بستره شده، از دستی بوی از او چیسته در فرار استی. او زن همیطور خانه را جارو کرده مکمل، کالا یک دم خاک و خاکبر، مویا جولیده، نعوذ بالله بیایی در بستره قطعی تو خواب بکنه. این کدام زندگی است؟ این زندگی است؟ نه، این زندگی نیست. هر کس مسئولیت خود بدانه، باز حق خود مطالبه بکنه. نزاع وجود نداره. قرآن برای ما میگه از ذکر دیگه بالاتر دیگه نیسته که الله میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. برای زنا حق است به مثل امو مسئولیتی که بالایشان است. حق در مقابل مسئولیت میباشه. هر قدر که مسئولیت خطیر و بزرگ است حقت خطیر و بزرگ است. خب بالمعروفی مطابق عرف، مطابق شریعت، که اونجا مخالفت شریعت نبیه. از او خاطر مطابق عرف هم گاهی وقت اجازه نمیده، مناسب میباشه. عرف مطابق عرف اینطور میگه. در دیهات زندگی میکنی کلی زنا کالای دراز پوشیده، او زن ایجا شروع کرده با شوهر خود میگه که نیم قوله برم نبیاری پنجابی چسبه من نمیپوشم. و برادر اینجا حالی خب برای کلی مردم ایره بد میگه، لعنت میگه، طوری بد نکنی. او مطابق شریعت هم باشه. یک چیز شریعت نمیخواه تو تقاضا داری، اینطوری باید نباشه. از اینجا معلوم شد که زنا حق داره. در حدیثات تشریع از این آمده. یقینا نظام خانواده در حدیث آنقدر نظام قوی و گسترده است که پرسان نکن. کلی گپا پیغمبر علیه السلام میگه وقتی که تو میخوری بخوران شه، که میپوشی بپوشان شه، زندگی میکنی زندگی بکنه. نان، نفقه، مسکن این مسئولیت مرد است که مکمل آماده بکنه. آن چیزی که ضرورت زندگی است سری مرد است و زن حق داره که او مطالبه را بکنه. اگر برش نمیده هم میتونه از خانه شوهر خود به دزدیام بگیره. این هم در حدیث ثابت است. لیکن حق مرد بالای زن چیست؟ در حدیث همینطور آمده که وقتی مرد برش سعی بکنه به نظری خوش برش نظر بکنه، امر بکنه، اطاعتش بکنه، در حالت غیبوبتش تربیه اولاد و حفاظت حریم مرد خدا بکنه، شوهر خدا بکنه. اینی زن صالح است و زن نیکبخت است. ولی الرجال علیهن درجه، بالای مردا بالای زنا درجه یک مرتبه است. چطور الله در اینجا بیان میکنه درجه را؟ این درجه کدام درجه است؟ سعی کنه این درجه از این نیست که زن نعوذ بالله در انسانیت خود مرتبه پایین داره، در ایمان خود مرتبه پایین داره. نه، در انسانیت و در مسائلی که تعلق به آخرت داره، تعلق به احکام اسلام داره، کلگی یکسان است. مؤمن مرد باشه چیز یا زن باشه کلگی یکسان است. اما زندگی دنیا تفاوت‌های زیاد داره، در بین مردم تفاوت‌ها است. الله بر یکی ذهن تاکتری را داره، به دیگه نجاری را، به دیگه دریوری را، به دیگه نانبایی را. امی تفاوت است که سبب تعمیر دنیا شده. خویی حیثیت و کرامت یک نانبای از دکتر که پایین نمی سازه. اما انسان او هم است، اما انسان ای هم است. و نظام دنیا توسط سرپرستی پیش میره. فابریکه برای خود سرپرست داره، دفتر و دیوان برای خود چی داره؟ هیچ وقت یک امر به سرپرست نمی باشه. نظام خانواده عیناً یک دفتر است. یام چه قسم باید سرپرست داشته باشه، رئیس داشته باشه. رئیس کی باشه؟ در فابریکه رئیس کسی است که فابریکه را ایجاد کرده، محنت کشیده، زحمت کرده، اونمو رئیس می باشه. هیچ وقت یک کارگر رئیس مقرر نمی کنه. پس اینجا خانه را کی آباد کرده؟ معلوماتای خانه را کی آورده؟ کی آماده کرده؟ شوهر آورده. شوهر باید سرپرست خانه هم باشه. یک، الله تبارک و تعالی به مرد وجودی علایده را نصیب کرده با قوتهای، و برای زن وجودی علایده با قوتهای علایده نصیب کرده. قوتهایی که در وجود مرد است او تقاضای اینمی سرپرستی را داره، سرپرستی را میکنه. چرا؟ مرد است که بیرون میره، مرد است که مقابله میکنه. اگر یک دزد بیایه دروازه سخت زده شوه، زن صدا میکنه، خودش میره در دروازه؟ نه، مرد صدا میکنه که الا در دروازه زده میشه. چی گپ است؟ چرا؟ الله تبارک و تعالی امو قوت در وجود از او نمانده.
الله بالمقابل در وجود زن قوتهای زاید دیگری را مانده. ترحم و شفقت بالای اولاد، حوصله خیلی بزرگ در تربیت اولاد الله در وجود زن گذاشته. مهربانی، ترحم مکمل، سلیقه، نظم و ترتیب اسباب خانه، این در وجود زن الله صفت گذاشته، در وجود مرد نیست. مرد الله دیگر رقم صفات داده. این تقسیمات الله برای پیشبرد زندگی زن و شوهری و خانواده، اینمی قسم تقسیمات الله کرده. این از حیثیت زنان نکاسته، بلکه مرد و زن هر دویش انسان متساوی است. هر کدامشان هم مسئولیت داره هم حق داره. بله ریاست برای مردا داده شده. دادن ریاست برای مردا این فضیلت نیست، این مسئولیت است. حالی دیگه گپا اول متوجه مرد میشه. جنجال اگه در خانه پیدا شود اول مرد قابل ملامت است. زن زود از حوصله میبره، مرد بعد حوصله قوی داشته باشه. این هر روز بیرون میره، جهان میبینه، فکر و دماغ خیلی وسیع داره. اینجاست که اصل قطعی آیت مردا متوجه شد که ای مردا، هدف است که مورد سوال شما قرار میگیری. یعنی اگر جنجال پیدا شود اول ملامتی سری کی میفته؟ سری مرد میفته. چرا؟ ولی رجال علیهن درجه، برای مردا بالای زنا درجه است، یعنی مرتبه مسئولیت است. مرتبه است که سرپرستی بکنه. از او خاطر مرد اول مورد سوال قرار میگیره که چرا خشونت پیدا شده، چرا جنجال پیدا شده. سرپرستی و اختیار خود دست توسته، چرا جنجال پیدا میشه؟ اول متوجه مرد میشه. در اینجا در حقیقت سپردن مسئولیت به مرد است، نه ای که شرافت و فضیلت داره. در نگاه مسائل دین و انسانیت کلگی یکسان است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به نزد الله تبارک و تعالی متقی ترین شما بهترین شما است. شده میتونه زن خیلی متقی باشه، در دین پیشتاز باشه، در عبادت و فرمان الله تبارک و تعالی از شوهر خود خیلی پیش قدم باشه. مرتبه از این خیلی بالاست. این مسئله تعلق به مسئولیت بود، تعلق به سرپرستی بود و هیچ قانون و هیچ فابریکه یا دفتر بدون اینمی طور سرپرستی نمی باشه. الله این سرپرست شوهر مقرر کرده به خاطر که صلاحیت و اهلیت اینمی سرپرستی را داره. زن امی صلاحیت و سرپرستی را به طریق عموم نداره. اگرچه شده میتونه در بین زنا این طور زن پیدا شود که شوهرش به نصف عقل از او نداشته باشه، یا مهارت نداشته باشه، یا اهلیت نداشته باشه. همیشه از حکم عموم بحث میکنه. حکم عموم صلاحیت از کیسته؟ از مرداست. زنا کم پیدا میشه. شده میتونه یک زن خیلی صلاحیت و اهلیت قوی داشته باشه لیکن قانون شده نمیتونه. این استثناست. به طریق عموم قانون همیسته که مردا صلاحیت زیاد داره. والله عزیزون، الله زبردست ذات است، میتونه حکم خود جاری بسازه بالای کلگی بدون کدام اختیار. لیکن کار نمیکنه. حکیم حکمت والاست، قانون روان کرده، اختیار به تو گذاشته که آلی چی میکنی، آلی چی میکنی. مرد ادای مسئولیتی تا میکنی یا نه؟ زن ادای مسئولیتی تا میکنی یا نه؟ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، طلاق دو مرتبه است، پس یا نگاه کردن است بمعروف به طریقی که روا و مشروع باشه، او تصریح و یا الا کردن زن است به احسان به طریق خیلی نیک. ولا يحل لكم، حلال نیست برای شما، ان تاخذوا که بگیری مما از مهرایی که آتیتم یا جیزی که آتیتموهن داده بری زنا شیئا چیزی را، الا یخاف، مگر که میترسن، الله یقیم حدود الله، که هر دویشان حدود الله را قایم کرده نمیتونه. فان خفتم الله یقیم حدود الله، اگر شما حراس داری که هر دویشان قایم کرده نمیتونه حدود الله را، یعنی زندگی زنا شوهریشان منجر به بدبینی و بدبختی ها میشه، در این صورت فلا جناح علیهما، گناه بالای زن و شوهر نیست، فیما در آن مالی که افتدت میده، فدیه میده، بهی به او مال میزن به شوهر خود و در عوض طلاق خود میگیره. تلک حدود الله، اینمی حد بندی مرزای الله، ضوابط الله است. فلا تعتدوها، تجاوز نکنی از این ضوابط الله. و من یتعد حدود الله، کسی که تجاوز میکنه از ضوابط الله، فاولئک هم الظالمون، اینمی مردم است که مرزا را نظر نگرفته، ظلم کرده، تجاوز کرده از مرزا. الطلاق مرتان دو معنا داره.
یک مانای طلاق اینجا طلاق مرتان طلاق دو کرت است دیگه تو چی صلاحیت نداری که طلاق داده بروی. چرا؟ در زمان جاهلیت یک زنی انصاری آمد پیش پیغمبر شکایت کرد، شوهرش گفته بود من تو را دیگه بند میسازم. گفت چطور بند میسازی؟ گفت طلاق میدم که هنگامی که عدت تکمیل میشد دمونجا پس رجوع میکنم، باز طلاق میدم که باز نزدیک میشد عدت تیر شدن باز رجوع میکنم. و زن انصاری آمد به پیغمبر اسلام شکایت کرد، گفت یا رسول الله اینطور میگه؟ الله آیت روان کرد که نه اینطور شده نمیتونه که در زمان جاهلیت 100 طلاق میداد بازم همو چی بود؟ زن بود. الله تبارک و تعالی گفت نه طلاق 2 مرتبه است. 2 مرتبه که طلاق دادی که عدت تکمیل شد پس رجوع کردی خب، که نکدی خلاص شد. اگر تو باز رجوع کردی 3 مرتبه که طلاق دادی خلاص شد دیگه، حالی دیگه پس نکاح را به هیچ وجه نمیتونی، به هیچ وجه، تا که یک موقع مسافه دور و دراز. اون مسافه دور و دراز چی؟ که زن عدتش تیر شوه برا قطعی شوهر دیگه نکاح بکنه. اگر کدام وقت تو وفات کرد یا نزاع و جنجال پیدا شد، امی زن طلاق داد عدتش پوره شد، باز قطعی شوهر اول چیست؟ نکاح میتونه. این در حقیقت شوهر اول آگاه کردن است که مردکه اگر این موقع از دست میدی، زن از دست میدی، باز دیگه فکر بگیری که مثل که هیچ پس در نکاح تو آمده نمیتونه. اینمی رقم است. از دو خاطر الله گفت که طلاق مرتانه، یعنی او طلاقی که در او رجوع صورت میگیره چند دفعه است؟ 2 مرتبه تو پس رجوع میتونی، باز 3 دفعه که طلاق دادی باز رجوع چی شد؟ خلاص شد، از بین رفت. یک ترجمه آیت امیست الطلاق مرتان، طلاقی که رجوع در او صحیح میشه مرتان 2 مرتبه است. فامساک بمعروف، بعد از 2 مرتبه یا نگاه میکنی به طریق مشروع خیلی خوب معلومدار که در او حقوق مراعات شوه، او تصریح به احسان یا استکیلا کردن است به احسان بنیکی. بگذار 2 طلاق دادی، بگذار که عدتش تکمیل شه و از خود به خود جدا میشه. ولا يحل لكم ان تاخذوا، آلی دمی معامله طلاق چه قسم معامله شوه؟ زن خود طلاق میدی، اسلام چی اخلاق بری تو درس میده؟ حتی در موقع جدایی باید تو قطع زن طلاق شدی خود چه قسم رفتار بکنی؟ بیا که تعلیمات اسلام چیست؟ اسلام چه قسم تعلیمات بر ما میده؟ در این صورت که زنت است قطع از او کدام روشی که میکنی خو یک گپی علایده است، او خو آنقدر فضای پرصمیمیت و محبت است که پرسان نکن. خو لیکن حتی در حالت جدایی هم اسلام بری تو درس اخلاق میده. باید تو حالی بانه جویی نکنی که مهرا را پس از پیش بگیری، بزرگ بانه کرده بری که من ایره طلاق میدم، حالی من دیگه زن میگیرم پیسه را از کجا کنم، چل بازی را شروع کردی از این پس چیزی را بگیری. این قدر عمر قطعی تو زن بود، این بهانه جویی را نمیتانی. 2 ترجمه الطلاق مرتان، طلاق در 1 دفعه واقع شدن نمیتونه، ناجایز است. طلاق باید 2 مرتبه باشه، جدا جدا باشه. باز بعد از او فامساکم بمعروف او تصریح به احسان، یا نگاه کردن به طریق مشروع است روا، یا الا کردن به طریق خیلی درست و پسندیده. ابن قیم رحمه الله می فرماید که در اول صدر پیغمبر علیه السلام در خلافت ابوبکر و در صدر خلافت عمر که 2 سال است جمع طلاق واقع کردن حرام بود، ناروا بود. از همون خاطر اگر کسی طلاق به مجموع واقع میکرد او واقع نمیشود. صحابی آمد زنی خدا 3 طلاق داده بود، پیغمبر علیه السلام بود گفت پس رجوع کو، گفت یا رسول الله 3 طلاق دادم، گفت پس رجوع کو. این طلاق بدعت و حرام است، طلاق سنت نیست. طلاق سنت است که طلاقا چی باشه؟ جدا جدا داده شود، مجموع داده نشود. اینجا مرتان باز به طریق جدا جدا است. این موضوعی است که امروز مردم سخت در مبتلا شده او در بدر آمسته. چرا؟ معلومات قوی از مسائل طلاق نداره، با مجردی که کمی خفگک میشه میگه 1 2 3 او اونجا 9 سرایال موجود. باز پسان میاد گریان میکنه، باز میره پیش ملاها در مسجد ها. ملاها باز چی میگه؟ الله هدایت کنه یاره، میگه خلاص شدی 3 طلاق شد، آلی تا که شوهر دیگر نگیره چی نمیشه. چی رقم شوهر بگیره؟ برای 1 2 روز به نکاح کسی بدی. قسم براتون
یاد نمیکنم مردکی آمده گریان میکرد. گفت پیش ملا رفتم، ملا گفت که اینطور کار است. پس آن که باز رفتم که خیر ما ملا صاحب همه کارم میکنیم، قطع یکی از اقایب گفت نه بدون ما کسی دیگه نمیشه. انا لله و انا الیه راجعون. اهل تشیع ما میگیم نکاح صیغه‌ای میکنه، این حرام و نارواست. چرا؟ نکاح برای معبد است، برای ساختار خانواده است. از او خاطر هر نکاحی که ساختار خانواده را به طریق دوام از بین میبره اون نکاح حرام است. نکاح متعه که موقت برش میگه این حرام است، این حرام است و را ملامت میکنیم. اما تو جناب کی برای 1 ساعت نکاح میکنی یا 2 ساعت، این کدام نکاح است؟ پیغمبر علیه السلام محلل و محلل له را چی گفته؟ لعنت گفته. از او خاطر فتوای علمای محققین همیسته که همچون نکاح به شوهر اول زن حلال کده نمیتونه. پیغمبر این را تیسی مستعار گفته، قدچ مستعار، نعوذ بالله، که به سوال قدچ طلب میکنی اونمو طور گفته. پیغمبر لعنت گفته. بیایی که امروز خیر چی چاره داریم؟ 1 نفر پیشم نامده تامیالی را، 50 نفر خو انشاءالله آمده. خو آمدنی طور نیسته به گریانا آمده. حتی یکی میگفت مولی صاحب من خودکشی میکنم دیگر را ندارم. پیش ملا صاحبا رفته بود، ملا صاحبا 1 راه را برش نشان داده بود. ما گفتیم الحمدلله در شریعت این راه وجود داره. 3 طلاق به طریق مجموعید ای 1 طلاق است. حتی این تجدید نکاح نمیخواه، رجوع میتونی بدون تجدید نکاح. کدام خوشی که به او مردم حاصل شده، به او مردم حاصل شده. حالی خود چی میکنیم؟ خب من برشان میگفتم 1 شرط میماندم که دمی 1 موضوع آمده ای سلفیستی ایجا دمی 1 موضوع مسئله مرا قبول داری یا نه که در کلی موضوعات؟ تا که در کلی موضوعات مسئله مرا قبول نکنی این موضوع هم برات نمیگم. چرا؟ تو دین ای قدر خو اینجا که منفعتیت است مسئله مرا قبول داری، در ظاهر منفعتیت است. در اون مسائلی که حتی در جنت و دوزخ تعلق داره، در آخرت تعلق داره که شرک و توحید است، او را تو قطمه قبول نداری. ما گفتم یا بیای موحد شوی همین طور که ما کدام معامله را انجام میدیم همین قسم شما هم انجام بده، بعد از او فتوا میدم، در غیر از او فتوا نمیدم که 1 دفعه بفهمی همین مذهب و مذهب پرستی تان خو معلوم شوه که بفهمی که چی کنیم. در این روزا یک کسی گفت مولی صاحب والا چی شده؟ قطیزانی خود چنگ و چسب کردیم این طور شده. دیگهش میگه با قصد روزه را خورده. چی طور است؟ من گفتم حنفیستی؟ 2 ماه پای در پای روزه بگی دیگر رو نداری، قضا خو است از سرت. چرا؟ ای خو یا خو حنفیسته. به حنفیا بازی فتوا را نمیدیم، به حنفیا مطابق مذهبی بگه حنفی پا فتوا بده. چرا؟ پابندش هست، باید امور بپذیره و امور پیش ببره. اینطور نشوه که چی شوه. خب موضوع را میگذاریم. علمای محققین قائل به ایسته که اینجا معنای طلاق مرتان نیسته. الله بیان میکنه که طریقه سنت طلاق جدا جدا واقع کردن است. 1 دفعه واقع کردن طریقه سنت طلاق نیسته او نارواسته. از همون خاطر تا 2 سال خلافت عمر هم همینطور بود. بعد از عمر رضی الله عنه برای سیاست و تعزیر نه به خاطر از اینکه حکم شرعی مقرر شود، گفت مردم در این مورد که الله برشان نرمی مقرر کرده بود مردم جلتی کرد. مردم چی میکرد؟ هر کدامش چند 3 طلاق واقع میکرد. گفت من دیگه نافذ میکنم، کسی که زنی خدا 3 طلاق داد 3 طلاق شمار میکنم. صحابه سرش رد نکرد. تعزیرا عمر رضی الله عنه دیگه که کسی 3 طلاق میداد چند شمار میکرد؟ 3 طلاق شمار میکرد. 4 مذهب امی مسلکش است که اگر کسی در 1 مجلس 3 طلاق واقع کرد چند طلاق است؟ 4 مذهب امی قول قائل میشه. هر 4 مذهب. تا 2 سالی خلافت عمر رضی الله عنه که خودش میگه که الله در امر مردم نرمی را مقرر کرده بود، خب مردم چی کردن؟ جلتی کردن، یعنی خلاف از او عمل کردن. الله گفته بود که طلاق 1 دفعه واقع نکنه او مردم میکنه، من اگر 3 واقع کرده 3 واقع میکنم. از این معلوم میشه که تا آلی رس مردم که 3 واقع کرده بود 3 واقع میکرد. بگه
تا آلی را 3 طلاق 3 نمیکرد، بعد ازی کرده او ای را به طریق تشریع نکرده، به طریق ازی که مردم منع شوه دیگه 3 طلاق نده برای زن خود که نارواست. علما انشاءالله امضای 140 علما از مختلف مذاهب قطما وجود داره که فتوا داده که 3 طلاق چند طلاق است. چرا فتوا داده؟ شرایط امروزی تقاضای همی گپ میکنه. مردم نادان است، زن خود طلاق 3 طلاق میده، اولاد خرد و طفلای خرد اونجا چی میمانه؟ بی سرنوشت باقی میمانه. بجای از اینکه اولاد زندگیشان خراب شوه، از بین بره، و همچنان زندگی زن و زندگی مردم چی شوه؟ خراب شوه. چرا؟ هر کدامشان خو نمال و جایداد زیاد داره که زنی دیگه بگیره و او شوهری دیگه بگیره، دیگه تمام عمر او زن در فراق اولاد خود میسوزه. همینطور است یا نه؟ اولاد در فراق مادر خود میسوزه، شوهر در غم اولاد در بدر میشه. اما این در دیگه که میاره او هم نه قرآن خونده نه حدیثه، ای اولاد بیگانه فکر میکنه دیکی نمیزنی. اما تو راست یا نه؟ آخر وادار به چی میشه؟ دخترش وادار به گریز قطی کسی جور میمیره، بچه وادار به گریز در کدام جای چیسته؟ پولدری جور میشه. خیر و خلاص سرنوشتی اولاد و خاندان مکمل تباه میشه. نه، این مفاسد داره. در دین ما 3 طلاق 1 طلاق بود، از او خاطر 1 طلاق نافذ کو، خیر و خلاص. بالکل وجود داره. یک عالم آمده بود اینجا، یک چند کتاب در دستمال بسته کرده بود، همونطور نگاهانی مرا گفته بود که من در این موضوع قطعت میشینم بحث میکنم. من گفتم خصه ایسته، من خود دیگه وقتا ندارم، شب جمعه وقت دارم، هر جایی که تو هستی همون جمعیم. یک روز بود دینمی مسجد آمد، خب میگه تو مردم گمراه کرده این، نعوذ بالله، دعوت به زنا میدی. چرا؟ این خود زناست. من گفتم زنا نیستی، فتوای تنها من نیست، حدیث از حدیث. در زمان پیغمبر 3 طلاق 1 طلاق بود و زنا کرده. خیر که 3 طلاق داده بود پس همون زنش بود. در زمان ابوبکر زنا کرده، در زمان 2 سال عمر زنا کرده، نعوذ بالله. آخر دست برتافت، جنگ با جاغه شدیم. برای ما میگه لعنت الله سری تو باشه. باز من گفتم قطعی تو واری عالم مجرو بحث هم ندارم. چرا ندارم؟ تو تعالی را این موضوع را نمیفهمی. کافر مشخص آدم لعنت، کافر مشخص معین آدم لعنت نمیگه. چرا نمیگه؟ به خاطر که احتمال داره مو کافر چی شوه؟ مسلمان. او سری مسلمان لعنت گفتن حرام است. من گفتم تو عالم هستی گپ نمیفهمی، من الحمدلله مسلمان هستم، تو من لعنت میگی، قطعی تو چی بحث کنم؟ اینقدر جاهل بود. فقط چرا گپ در اینجاست، کسی که تقلید مذهب میکنه باز اونجا دینمی کجو پیچک میفته بیچاره گک، به خاطر از اینکه مذهبی را نگفته چطور کنه. علما کتابا نوشته کرده خب حکم 3 طلاق طور دیگر رد میکنه سری کسایی که 3 طلاق 1 میدانه. که عمر رضی الله عنه که پیغمبر گفته که چیست؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، یک خلیفه راشد است. من میگم عمر رضی الله عنه خود به الفاظی خود میگه که مردم عجله میکنه من نافذ میکنم، نمیگه که این دین جور میکنم. ایره دین جور نمیکنه، او فقط به طریق سیاست که مردم از این کار منع شوه، تشریع نیست. اینیالی اگر به مذاهب بریم، هر کس که پابندی مذاهب است مجبور است که بره علی پشت علاله، نعوذ بالله. دا او امر حرام مردم واقع میشه و این امر صحیح که از پیغمبر ثابت است این عمل نمیکنه. چرا؟ کدامش بکنم؟ الحمدلله. این گپ اینطور نیست. ما گفتم که از هر 4 مذهب تقریبا 140 علما فتوا داده که 3 طلاق در یک مجلس چند طلاق است؟ 1 طلاق. یک موضوع دیگر هم اینجا براتون میگم. اون موضوع کدام است؟ موضوع غضب. 2 قسم غضب ما داریم. یکی غضبی است که انسان خود در کنترل داره. غضبی که خود در کنترل داری، طلاق که میدی طلاق واقع میشه. یک حالت غضبی است که انسان آنقدر احساساتی میشه که حتی دیگه بگوی از جان خود خبر نداره. امیطور حالت سرش میاد. دمیطور حالت که طلاق داده میشه طلاق واقع نمیشه. چرا؟ از حالت نرمال و کنترل خود بالکل چی شده؟ بیرون شده. حالی ایجا او گپا نیست. امون ریش سفید که آمده بود امی قسم گفت امو چیزی تعنه داده بود، باز امو بچهش 1 دم طلاق داده بود در حالت غضب. خب ملا میگفت میگه طلاقا واقع شده، خو بگوی نکاح کنه
نکاح علاله نعوذ بالله و او را هم قطعی بکنه با کسی دیگه هم جایز نمیدانست گفت قطعه بکنه نعوذ بالله و مردکه گریان کرد بیچاره گفت علمای ما اینطور است باز کسی آدرس برش داده بود پیشی ما آمد مسائل الحمدلله حل شد خب در کجا رسید ولا یحل لکم حلال نیست برای شما ان تاخذوا که بگیری مما از چیزایی که آتیتموهن به زنان خود داده کالا جوره جیز مهر شیئا ای چیزی را الا یخافا مگر که میترسه اردویشان الله یقیم حدود الله یک حالت استثنایی است حالت استثنایی است زن و شوهر خوب میدانه که یا اردو با هم جور نمیه آینده اما حقوقی که در بین داره یکی با دیگه تبادله کردن نمیتونه اما حدودی که الله براشان مقرر کرده او را انجام دادن نمیتونه زندگیشان منجر به خیلی دشمنی و نفرت میشه حالی چی چاره کنه شوهر خو مال خود مصرف کرده زنم قطعی عزیزته در این صورت اردایشان توافق سر یک مقدار مال میکنه و این را به نام چی یاد میکنه خلع چی یاد میکنه خلع که نه شوهر متضرر شوه و نه زن متضرر شوه یک چیزی مال به شوهر میده شوهری را طلاق میده نزاعشان خلاص میشه چرا این در صورتی که اردو یقین داره که ما زندگی را پیش برده نمیتونیم و مردم دیگه هم آگاست از او خاطر میگه الا یخافا که میترسن اردویشان الله یقیما که قایم کرده نمیتونه حدود الله ضوابطی که الله مقرر کرده فان خفتم اگر شما هم ترسیده براتان واضح شد معلوم شد الله یقیم حدود الله که همی زن و شوهر قایم کرده نمیتونه حدود الله را فلا جناح علیهما نیست گناه بالای هر دویشان فیما در او مالی که افتادت فدیه میده بهی به او مال امی زن به شوهری خود به شوهری خود که کدام مال میده به طریق فدیه و شوهر بری زن چی میده طلاق که از بندش خلاص شوه این پروانه داره این درست است تلک حدود الله اینمی احکامی که ذکر شد حد بندی های کیست ضوابط و مرزای کیست الله فلا تعتدوها از اینمی ضوابط و مرزا تجاوز نکنه و من یتعد حدود الله کسی که تجاوز میکنه از مرزبندی و حدود الله فاولئک هم الظالمون اینمی مردم است که از حد گذشتن ظالم هستن فان طلقها این سوم طلاق است در دو طور دو طلاق داده بود حالی اگر در یک طور دیگه طلاق سوم هم میده فان طلقها فلا تحل اگر طلاق میده به می زن که دو طلاق پیش داده فلا تحل له طلاق سوم میشه پس نیست حلال برای مرد من بعد پس از طلاق سوم حتی تنکح زوجا غیره تا که نکاح بکنه می زن امرا یک شوهری که غیر ای شوهر باشه برقتی از اون نکاح بکنه خب نکاح شرعی نکاح اموتور اسمی و رسمی نباشه که فقط محض یک صورت نکاح را جور کنه و پس بیا باز زنی ازی باشه نه نکاح حقیقی میکنه میره به طریق دوام به نیت صحیح از امو خاطر است اگر یک کسی نیت داشته باشه که را نکاح میکنم باز 5 روز بعد پس اعلام میکنم این نکاح صحیح نیسته هر کس که نکاح میکنه باید نیت و اراده دائمی را داشته باشه فان طلقا اگر طلاق داد امو شوهری دوم بعد از کدام مدت نزاع پیدا شد جنجال پیدا شده بینشان فلا جناح علیهما پس از اینکه عدتی او طلاق تیر کنه بیایا نیست گناه بالای هر دو زن و شوهر اول ایت راجعه که باز رجوع بکنه به عقد جدید در این صورت باز با شوهر اول نکاح درست میشه خب باز هم شرط است ان ظن اگر غالب گمان داشتن ایقیم حدود الله که باز حدود الله را برقرار کرده میتونه الله که کدام مقررات در زن شوهری مقرر کرده او مقررات یا ادا کرده میتونه در سر رسانده میتونه و تلک حدود الله اینمی چیزی که ذکر شد این مرزا یا ضوابط الله است یبینها واضح واضح بیان میکنه لقوم یعلمون برای قومی که میدانه علم داره نظر میکنه که بله چقدر مصلحت را الله در نظر گرفته برای اصلاح امی خانواده امی زن و شوهر مصلحت و فایده زن و شوهر و اذا طلقتم النساء در آن وقتی که شما وقت بود است سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين